کندل ماهانه DXY که نگاه میکنم شباهت خاصی داره به سری قبلی سپتامبر 2020 آگوست 2020. میبینیم قشنگ اینگالف کرده بوده و انتظار داشتن که دلار قوی تر بشه، هرچند هنوز نرخ بهره هم حتی کات نکرده آمریکا و اینکه دلار قوی شده عجیبه، یعنی باید روندش همینجوری ادامه پیدا میکرد. به نظرم برای همینه که الان داره بیت کوین درجا میزنه، تکلیفش معلوم نیست، ولی فکر میکنم یا ماه آینده یا ماه بعدش دوباره شاهد ریزشش باشیم و همونطوری که توی این مدت از ژانویه تا الان با ریزش ضعیف شدن دلار DXY بیت کوین رفتش بالا، حالا با وسطش با داستانایی که بود، ولی در مجموع بیت کوین موقعی که DXY و دلار ضعیف میشه میره قیمتش بالاتر و اینکه الان اینجا قوی تر شده به نظر من وسط گوسیان چنل جایی نیستش که به این راحتی بذاره ازش عبور کنه و ریاکشن خواهد داد به نظرم و یه همچین ریاکشنی اگه ببینیم به نظرم 2-3 ماه آینده شاهد پامپ خیلی خوب بیت کوین خواهیم بود و بعدش هم آلت کوین ها میتونن اون وقت حرکتی که باید بزنن. ولی دقیقا نگاه کنید ما نوامبر 2021 که بیت کوین 69,000 تا شد از وسط گوسیان چنل و از این چنل چنگال ما خارج شد. الان از وسط گوسیان چنل بخواد بیاد بالا باید DXY بیاد بالای 101. اگه همچین اتفاقی بیفته و ماه بعدی رو بالای اینجا تثبیت بده، اون موقع خبر بدی هستش برای کسایی که بالاخره تو ارز دیجیتال هستن و قوی شدن دلار ممکنه داستان بشه واسه شون و بازار وارد فاز بر مارکت بشه. من فکر می‌کنم خیلی زود هستش. من فکر می‌کنم باید دوباره ریزشی شاهد باشیم 2-3 ماه روی DXY و باز هم پامپ بیت کوین و ارزهای دیگه باشن و بعد آخرای سال 2025 باید ببینیم که از این چنل خارج بشه به طرف بالا و بر مارکت کریپتو رو داشته باشیم. Up all night, I don't doze off, I just trade. All I know, dog, counting green. I don't show off, I just trade. It gon' go off, yeah. Cash along, then I run it back. I just trade. Where the fun's at?